درود بر شما دوستان آنلاینی. ریزا گویف هستم از ایتی آموز. چگونه که شما میدونید من یک چند مراتبه از شما درخواست کرده بودم که با من پست الکترونی نویسید، اما متاسفانه بسیاری ها دشواری داشتن برای نوشتن پست الکترونی. و بله، من ریزا گویف هستم و من متخصص ایتی هستم و طولی 2.5 سال می شود که در ساحه کاری من در ساحه ایتی، وقتی که من اگر خواهم با دیگر همکاران، با دیگر منیجرها یا اینکه مدیرها، با دیگر مشتری ها هم صحبت شوم، با من لازم است که پست الکترونی نویسم. یعنی زمان اون است که پست الکترونی نویسی. و من امروز در این نوار با شما نشان میدم چگونه پست الکترونی نوشتن رو و باز با شما میگویم که چرا شبکه‌های اجتماعی را استفاده نبرید تا که برای بیزنس، برای نوشتن برای بیزنس و استفاده برید پست های الکترونی رو، چون که علاقه شما در نزد مشتریان خود پروفسیونال تر هستید و بله، یعنی باورناک تر هستید، چون که شما پست الکترونی دارید. همه میتواند که واتساپ داشته باشد و اینستاگرام را نویسد و دیگر شبکه‌های اجتماعی دارد، چون که در این حالت آدمانی غارتگر، آدمانی پستی آنلاینی میتونن که استفاده برن و همه رو فریب کنن و مبلغ گیرن. اما پست الکترونی البته که اینها میتونن فریب بوده، اما بسیارتر باورناکتر هستند. و ما امروز با شما نشون میدیم چرا پست الکترونی تو باید داشته باشید. و چگونه که میبینید اینها پست های الکترونی هستند. برای مثال ما داریم جیمیل، ما داریم اوتلوک که این از شرکت مایکروسافت است، از جیمیل باشد از شرکت گوگل، و ما باز داریم در اینجا برای مثال یاندکس که بسیاری از روس‌ها استفاده می‌برن یاندکس رو، چون که این شرکت روسی است. و باز داریم اینجا شبکه‌های اجتماعی. خب شبکه‌های اجتماعی و سببی که من در دیگر شبکه‌های اجتماعی نیستم و اگر که من با یگان کس همچون در درجه پروفسیونالی تجارتی صحبت کنم، تنها من اینها رو استفاده می‌برم، یعنی شبکه‌های اجتماعی را نه و پست‌های الکترونی رو، چون که من هرگز یوتیوب رو همچون شوق و رغبت قبول نکردم. من یوتیوب رو همچون تجارت حس میکنم یا اینکه در بالایش کار میکنم یا اینکه قبول کردم. و همه وقت کسی که میخواد که با من هم صحبت شود یا که کسی که میخواد که با من در تماس شود، باید که وای پست الکترونی زیبایی نویسد با من. و البته که من این زمان با شما یک چند نمودی پست رو نشون میدم، اما از خاطر نباید که ریزا گویف نیست دیگر در این گونه شبکه‌های اجتماعی. و بله، حاضر آیپد خود رو اینجا میگذاریم. کمی آب نوشیدن در کار. امروز نصف روزی است و باید قهوه ننوشی، آب نوشیدن در کار. و پسان اگر صبح من نوار ایجاد کنم، قهوه می. و چگونه که میبینید اینجا جیمیل است. جیمیل در بالا زیر کردیم که این از شرکت گوگل است و در انا اینجا کامپوز، یعنی جیمیل من این زمان با زبان انگلیسی است و اگر از شما با روسی باشد نمیدونم چی میشود، اما کامپوز زیر میکنیم و بله نوشتگی است نیو مسیج، یعنی پیامی نو تو با کی. برای مثال ما چگونه که میدونید ما دومین نوی خود رو خریداری کردم و این نام دارد برای مثال ریزا ات دومین ما ریزا گیوف است. یا اینکه برای مثال اگر که تو کارگری شرکت الیف باشی، میشود که ریزا گیوف ات الیف نقطه تی جی. برای مثال اگر شرکت مایکروسافت باشی، ریزا گیوف ات microsoft.com. یا که اگر کارگر شرکتی نمیدونم نوکیا باشی، میشود ریزا گیوف ات nokia.com. یعنی بعد از همون ات سبچکا یا که سکچا ما میگذاریم نام برند و چونه که جا میبینید ریزا ات ریزا گیوف .com. بله، ریزا ات ریزا گیوف .com. با یا که با ما میتونیم که دیگر آدمان رو نیز در داخل همین پیامون داخل کنیم. برای مثال یک دوستی دیگری و که همکار دیگر من این است که سعید عمر ات ریزا گیوف .com، یعنی این گونه. و یا اینکه برای مثال یک از وبسایت های پسندیده من این همین وبسایت doniju.net هست و من در اینجا میخوانم مقاله های زیاد رو نیست و من با آنها پوشه نوشته بودم و با شما نیز آن پوشه رو نشان میدم بعد از یک چند وقت. اما اگر که روی در بالای مقاله ها کتاب یعنی doniju.net زیر کنی و پس اون در باره ما بودنشون اگر که یابیم، این وبسایت دارد در باره سامانه در بالای زیر میکنیم
و چگونه که شماها میبینید در اینجا آنها دارن میخواهید که با ما در تماس گیرید لطفا با پشته الکترونی ما نویسید یعنی info@doniju.net یعنی این الکه همون برند این آن هست و اگر که من خواهم که با doniju.net پیام روان کنم می نویسم کپی کنترل سی تا که نسخه برداری کند و در اینجا نیز یعنی با میگذارم که info@doniju.net و می نویسم برای مثال سابجکت این نام موضوع که صحبت تجارتی برای مثال صحبت تجارتی و پس آن وقتی صحبت تجارتی رو آغاز میکنی یعنی حتما اینجا باید سرلوحه ان همون پیام شما نوشته شود چون که ما میدونیم که درباره چی از پیام وقتی که انا ریزا گیوف سید عمر و دانشجو که دیدن این پیام رو و آنها میدونن که صحبتی ما درباره تجارت است برای مثال صحبت تجارتی درباره وب صفحه وب صحیفه سازی همین خیلی نه؟ بله همین خیلی برای مثال می نویسیم و الکی این سرلوحه ماست چگونه که شما در دیگر نوارهای من میبینید من همه وقت میگویم که برای موفق شدن تو در سایه آیتی یا که در همه ساحه ها یا که کارنامه ها با تو سه چیز لازم است اول این صحبت کردن پس آن این خواندن بعد از وای این نوشتن است اگر که همین سه مهارت رو داشته باشی در همه جا با تو جای کار میدن بعد میستد مهارت های دیگر مهارت های تکنیکی و تکنولوژی و کتابخوانی و دیگر چیزهای تو بعدتر میسن اما این سه مهارت اصلا مهارتی مهم است و برای همین ما در اینجا مهارتی نوشتنی با ما داریم یعنی زمان که نصف روزی است با ما نویسم که روز بخیر و علامت سوال میمونم و خود رو معرفی میکنم ریزا اینجاست برای مثال ریزا اینجاست و با من پسند است انا همین یعنی استیکر رو استفاده بردن و می نویسیم جدا هند هلو یوکی های و بله علاقه دستی ما در روز بخیر ریزا اینجاست اکنون در همه صحبت هایی که ما داریم ما میخواهیم که دیگر آدمی که با ما صحبت میکند خود را یعنی حس کند که ما میخواهیم از احوال او خبردار باشیم برای همین ما مینویسیم که امیدوارم که روزی خوب داشتید چون که علاقه این نصف روزی است و روزی علاقه بگاه شده ایستاده است و ما میگیم که امیدواریم که روزی خوب داشتید و نقطه میگذاریم و پس آن علاقه ما مینویسیم که چرا ما مقصد ما چی است از نوشتن این پیام برای مثال درباره وب صفحه سازی که باشه مینویسیم که من میخواستم با شما روزی 12 اکتبر سالی 2023 ساعتی بیاگیریم 4 با وقتی دوشنبه زنگی ویدیویی داشته باشم زنگی ویدیویی داشته باشم می نویسی پس اون لطفاً ورگول با من گوید آیا این وقت با شما موافق است پس اون بمینید که اگر که نباشد لطفاً وقتی موافقی خود را با من
گوید تو کی زنگی تو کی زنگ نه تو کی مجلسی نه تو کی وخوری آنلاینی خود را وخوری آنلاینی یمان را معین کنیم خب الکی نویسید نقطه توصیه من اون است که همین دو پیام دو جمله اول رو که نویسید کم جا گذارید خب پس اون اینجا پیام شما است و پس اون با دو نقطه آخر است برای مثال می نویسی با شما روزی خوب روزی افسانوی خواهانم ورگول ریزا گیایف پس اون مؤسسی آیتی آموز پس اون اگر که خواهید رقم تلفن تا میگذارید دیگر یک واسه از کدوم شرکت تو کار میکنی اما اگر همین گونه پیام نویسی الکی با تو رو نشان میدهد که تو الکی پروفسیونال هستی یا اینکه تو میخوای که در این پیامات برای مثال اینجا رو کمی شریفتش رو عوض کنی یا که این گونه سازی و بله زیبا سازی ده اکن اینجا وابسته است تو است که چگونه میخوای داشتن اما ما همیشه میگذارم و شما روزی افسانه میخونم یا دیگر میخونی انا می پیام نوشتگی خود روز بخیر ریزا اینجا دیگر و پس اگر خواهی که باید اگونش دیگه ایلو در اینجا گوگل یا اینکه همین جیمیل با تو نشان میدهد یا که پیشنهاد میکند برای مثال یگون فایل رو در اینجا گذاشتن برای مثال اگر خواهم که انا همین پیام همین رسمی دانشجوی خود رو گذارم برای مثال جمع میگذارم یعنی اتچ میکنم یا که اگر خواهم که اینجا دست همین استیکرز یا اینکه بله این گونه سمایلی ها هست که میتونی استفاده بری از گوگل درایو یگون سراغ میتونی گذاشتن یگون رسم گذاشتن میتونی اینجا حتی امضا مونده میتونی یعنی بسیار از اسباب های رو دارد همین جیمیل که تو میتونی استفاده بردن و بعد از همه این یک بار دیگه تفتیش میکنی درباره یعنی سرلوحه موضوع پس اون پوچته تو و همه یا بر میخونی که همه چیز خوب است و پس اون تکمه سند یا که روان کردن رو زیر میکنی یعنی زمان ما که روانه میکنم چون که این تنها تست است و اینجا میتونی که سکیجول کنی سکیجول با کدام روز پگاه ساعتی 8:00 میتونی که مونی و این طریق اتوماتیک روان میکند ساعت 8:00 با همون آدم ها را خب و این بود که ما با شما میخواستم نشان دهم و این زمان ما اینا دیسکارد میکنم دیلیت چون که ما لازم نیست و برگردیم با دیگری چیز خیلی که میبینید این بله هاستینگر انا همون شرکت هست که ما وبسایت خود رو هاست میکنم در آن و یک روز دیگر ما با وبسایت روبرو شدیم که نام دارد دانشجو.net این در حقیقت که وبسایت زیباست اما نمیدونم که کی است مؤسسش چی کار است کسی نیست چیزی است نیست با من پسند اومد یک چند مقاله خوندم و بسیاری از ایجادکاری من پسند بود و در اینجا نوشتن که این چنین میتواند فکر ملاحظه و درخواست و مراجعت های خود رو توسط تماس زیرین با ما روان کنید برای مثال نام شما تماس ایمیل و پیام شما برای مثال من هم دارم در وبسایت خود اگر که روید در وبسایت rizogf.com و روید در تماس و چگونه که میبینید در تماس شکل تماس برای مثال این گونه نام شما رقم تلفن پست الکترونیک و پیام شما در اینجا می نویسید تکمه حاضری فرستید رو زیر میکنید و با من پیام می آید و یا اینکه میتونید که rizo@rizogf.com رو پست الکترونیک گرفته در جیمیل خود گذارید و با من پیام روان کنید خب برمیگردیم با درباره سامانه دانشجو خب من با سامانه دانشجو که با من پسند بود و با آنها پیام روان کردم برای مثال پیام روز بخیر سبب نوشتن این پیام آن است که من ریزا گویف از صدق دل با شما سپاس میگویم برای همه مهنت و زحمت هایتان تا که این گونه سامانه افسانوی را تهیه ایجاد مستقیم و نگهداری کرده اید و میکنید این کار زیبا رو ادامه دادن گیرید ریزا گویف من نوشتم و در جواب مدیری همین شبکه یا که وب صفحه دانشجو پیام روان کرد از آب نوشم خب پیام از مدیری دانشجو.net شام بخیر و درود با شما ریزای عزیز نگاه کنید چقدر زیبا نوشته است شام بخیر
ва дуруд ба шумо Ризои азиз. Аллакай нуқ вергул аст ва инҷа Ризои азиз ва аломати савол. Инҳо муҳим ҳастанд. Навистан, хондан, суҳбат кардан. Миннатдории хешро ба шумо изҳор мекунам, ки аз сомонаи мо истифода бурдед ва он ба шумо писанд омад. ба шумо сипос ки заҳматҳои моро қадр мекунед ва агар заррае ба шумо кӯмак карда бошем, сарамон ба осмон расид. ин калидӣ аст, ин маҳорати суханварист. хоб дигар ҷумла. дар навбати худ ба шумо аҳсану офарин мегӯем, ки наворҳои хуберо барои ҳаммиллатону ҳамзабононамон пешниҳод мекунед, то дар онҳо ангезае барои ворид шудан ба соҳаи IT ба вуҷуд ояд. ин шахс, ин мудири донишҷӯ.нет ан ҳамин наворҳои маро тамошо мекунад ва мара сипос гуфтааст, ки ташаккури зиёд. агар ки тамошо кардаасти дар ҳақиқат ки ман шодам, ки ту паёми маро ҷавоб додӣ ва ҳам бисёре анҳои одамон нест, кадоме ки мехоҳанд ба Ризо Гӯев паём нависад, ҳатман ба ман паём нависед. агар ки паёмҳои зебое бошад, хоб аз ман ягон хоҳише дошта бошед, вақте ки ман паёми туро мебинам ки ту зебо менависӣ, албатта ки ман ба ту ҷавоб медиҳам, вақтамро меёбам ба ту ҷавоб диҳам. ман қариб ки ба 80% паёмҳое ки ба ман меояд дар почтаи электронӣ ба онҳо ҷавоб медиҳам ва ҳатто бо онҳо суҳбат низ мекунам, дӯстӣ низ пайдо мекунам. ва бале, яъне агар ки ягон пешниҳодҳо дошта бошӣ, ҳамкориҳо дошта бошӣ, ҳатман ки rizo@rizoguev.com ба ман паём навис ва ҳатман суҳбат мекунем, чунки ман дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ нестам. давоми почтаи анаин donishju.net-ро мехонем. хоб, умедворем ки ин корро устуворона иҷро мекунед ва ба мо ангезиш медиҳед. бо эҳтиром, мухлиси каналҳои Ризо Гӯев ва айтиомӯз, мудири сомонаи донишҷӯ. ана ин дида чӣ хел зебо буд? дар ҳақиқат ки зебо, не? айни замон бармегардем ба ChatGPT. яъне ChatGPT ин ана ҳамун зеҳни сунъие аст, ки ба ту ёрӣ медиҳад. озя дақиқа. хоб, ChatGPT ин ана ҳамун зеҳни сунъие аст, ки ба ту ёрӣ медиҳад чӣ гуна почтаҳои электронӣ навист. ва ҳозир аз ChatGPT мепурсем ки вай бо забони тоҷикӣ почтаҳои электронӣ нависта метавонад ё ки не, аммо ба забони инглисӣ, русӣ, лаҳистони дигарҳо зебост, бемушкилӣ. чунки ман шахсан агар ки ягон почтаҳои электронӣ дар ҳақиқат ки муҳим нависам ба ҳамкорон ё ин ки ба муштариҳо ё ин ки ба яъне ягон мақомот ё ин ки ба ягон сафорат, ман дар ҳақиқат ки почтаҳои электронии зебо менависам бо ёрии анамин асбобҳои онлайнӣ. барои мисол ChatGPT. ҳозир ман ба ChatGPT мегӯям ки як почтаи электронӣ нависад бо забони тоҷикӣ. менависем write an email to my colleague. Write an email to my colleague about our project. Please write it in Tajik language. Хоб, чӣ маъно дорад ин? маъно дорад ки навис як паём ба дӯстони ман дар бораи лоиҳаҳои худамон ва лутфан инро навис бо забони тоҷикӣ. ва ҳозир тукмаи кани бинем ки метавонӣ ё ки ман намедонам. бори ҳам имтиҳон накардам. вау! хоб, нигоҳ кунед. навистааст: салом дӯстони ман, умедворам ки шумо саломат ва хушомад ба кор доред. ман мехоҳам ки дар бораи проекти мо бо ҳамкорӣ беҳтар хабардор шавем. ман дорои барномаи муашии обуқӣ дар Тоҷикистонро таъмин мекунам ва истеҳсол тоза дорам. албатта ки натавонист нависан, аммо ба рӯзгори хубу исм ва фамилияву яъне номи анамун сарлавҳаро навис, яъне ChatGPT ва ин ки бале, албатта ки наметавонад навистан паёми зебо ба мисли тоҷикон, яъне ба забони тоҷикӣ, аммо ба забони инглисӣ зебо менависад. барои мисол ма ҳозир метавонам ба забони англисӣ нависем ки write an email to my boss about our
about our business plan. با مدیر من یک پیام مینویس درباره همون تجارتی پلان تجارتی ما. خب بر مینویسد واو. الکی با چگونه گفتم نامی مقاله، نامی پیام عذر زیاد و نامی باس dear boss name I hope this message finds you well دیگه با زبان اسپانیایی با همه زبان‌ها نوشته میتواند چت جی پی تی و این زیباست. خب بله یعنی این بود چگونه پیام نوشتن با همه، با دوستان، با خویشان، با همه پست الکترونیکی نوشتن رو یاد گیرید، چون که در زمان امروزه اگر که تو پست الکترونیکی نوشتن نتونی، کسی با تو درس‌های آیتی کار نمیدهد، کسی با تو پیام روانه میکند، تو باید دانی چگونه برنامه‌های نوشن، برنامه‌های مایکروسافت تیمز، برنامه‌های زوم، خب چگونه پست الکترونیکی روان کردن، چگونه پروفسیونال بودن، چگونه با زبان پروفسیونالی صحبت کردن. اگر این کارو نتونی عذر زیاد دوستی عزیز، تو رقابت پذیر نیستی در بازار مهنت. این چیزا رو باید یاد گرفتن در کار. امیدوارم که نواری که من امروز کردم با شما کمی هم باشد قیمت داد. اگر که قیمت شما گرفتید از نوار، لطفاً لایک بذارید، کامنت نویسید، با دوستان روان کنید، به امروز یوتیوب رو هک میکنیم، البته که با مقصد نیک. رضا گویف بودم از آیتی آموز.